سلام، وقت بخیر. آزاده شعبانی هستم و امروز میخوام در رابطه با کتاب پانیشینگ د پور، مجازات فقرا، اثر لوئیس وکان حرف بزنم. متفکر فرانسوی و بهانه معرفی این کتاب اعدام هایی که عموماً متمرکز بر طبقات افرادی از طبقات فرودسته. چرا که اعدام هایی که در دهه اخیر صورت گرفته مستقیما طبقه‌ای و هدف قرار داده که از یک جور بی‌صدایی ساختاری رنج میبرند. این افراد به تعبیر لویک وکان قربانیان مشت آهنین دولت کیفری هستند که وظیفه داره اختلالات ناشی از انتشار ناامنی اجتماعی رو مهار کنه. و در ایران این مشت آهنین بر گردن کسانی فرود میاد که نه پیوند بازاری سنتی دارن، نه سازماندهی صنفی دارن و نه دسترسی به سرمایه نمادین شهری مثل تریبون‌های رسانه‌ای یا وکلای شناخته شده. کتاب مجازات فقرای لویک وکان فقط درباره زندان یا جرم نیست، بلکه درباره تحول خود دولت در عصر نئولیبرالیسمه. وکان تلاش میکنه که توضیح بده چرا در همون دوره‌ای که دولت‌های غربی خدمات رفاهی رو کاهش میدن، همزمان دستگاه پلیسی، زندان‌ها و سیاست‌های تنبیهی به شدت گسترش پیدا میکنه. پرسش اصلی لویک وکان اینه که اگه نئولیبرالیسم مدام از دولت کوچک حرف میزنه، چرا دولت کیفریش اینقدر بزرگ شده؟ پاسخ وکان اینه که دولت کوچیک نشده، فقط کارکردش تغییر کرده. دولت اجتماعی، دولت رفاهی عقب نشینی کرده، اما دولت تنبیهی گسترش پیدا کرده. به بیان دیگه نئولیبرالیسم معضل فقر رو حل نمیکنه، بلکه فقرا رو مدیریت و کنترل و مجازات میکنه. وکان در این کتاب نشون میده که رفاه و زندان دو نهاد جداگانه نیستن، بلکه دو بخش از یک منطق سیاسی واحدن. بدین شکل که از یک سو فقرا مجبور میشن هر نوع کار بی‌ثبات و کم دستمزدی رو بپذیرن و از سوی دیگه کسانی که از نظم بازار حذف میشن از طریق پلیس و زندان مدیریت میشن. به همین دلیل این کتاب فقط تحلیلی درباره نظام کیفری آمریکا نیست، بلکه نظریه‌ای درباره رابطه بین سرمایه‌داری نئولیبرال، دولت، مجازات و ناامنی اجتماعی در جهان معاصره. لویک وکان در فصل اول استدلال میکنه که انفجار سیاست‌های کیفری در آمریکا یک واکنش طبیعی به افزایش جرم نبود، بلکه پاسخی سیاسی به بحران‌های اجتماعی ناشی از نئولیبرالیسم بود. اون نشون میده که از دهه 1970 به بعد با فروپاشی امنیت شغلی، تضعیف اتحادیه‌ها، گسترش کار موقت و بی‌ثبات‌کاری و عقب نشینی دولت رفاه، نوعی ناامنی اجتماعی فراگیر شکل گرفت. اما دولت به جای حل این بحران‌ها از طریق حمایت اجتماعی، این بحران‌ها رو از طریق پلیس و زندان مدیریت کرد. وکان میگه که دولت کینزی که قبلا وظیفش محافظت از اقشار آسیب پذیر بود، به یک دولت نئوداروینی تبدیل شد. دولتی که رقابت، مسئولیت فردی و بقای اصلح رو تقدیس میکنه. در این وضعیت بازار آزاد به تنهایی کافی نیست. دست نامرئی بازار باید با مشت آهنین دولت تکمیل بشه. به همین دلیل رشد زندان، تشدید مجازات و گسترش نظارت پلیسی نه یک انحراف، بلکه بخشی اساسی از پروژه نئولیبرالیه. وکان همچنین نشون میده که دولت برای مشروعیت بخشیدن به این وضعیت مدام نوعی نمایش امنیتی تولید میکنه. سیاستمداران درباره جرم اغراق میکنن، رسانه ها مدام دارن ترس اجتماعی رو میسازن و دولت با اجرای دائمی نمایش مبارزه با جرم سعی میکنه که اقتدار خودش رو تثبیت کنه.
بنابراین فصل اول این کتاب که بنیان نظریه کل کتاب رو تشکیل میده، معتقده که نئولیبرالیسم فقط آزادسازی اقتصادی نیست، بلکه همزمان یک نوع بازسازی تنبیهی دولت هم هست. در فصل دوم وکان نشون میده که چگونه جنگ علیه فقر در آمریکا به جنگ علیه فقرا تبدیل شد. او برای توضیح این وضعیت از مفهوم بسیار مهم دولت سنتور استفاده میکنه. سنتور تو اساطیر یونانی یه موجودی نیمه انسان نیمه اسب و وکان از این استعاره استفاده میکنه که بگه دولت نئولیبرال دو چهره داره. دولتی که مثل سنتور دو چهره داره، یک چهرهش برای طبقات بالا آزاد، لیبرال و ضد مداخله است و یک چهرهش برای طبقات فرودست، خشن، تنبیهی و اقتدارگراست. به بیان دیگه همون دولتی که به شرکت‌ها، بازارهای مالی و ثروتمندان آزادی میده، همزمان فقرا رو تحت شدیدترین اشکال نظارت، کنترل و مجازات قرار میده. وکان استدلال میکنه که پس از جنبش حقوق مدنی، دولت آمریکا به جای حل نابرابری‌های ساختاری، فقر شهری و حاشیه نشینی رو به یک مسئله کیفری تبدیل کرد. در نتیجه بیکاری، بیخانمانی، اقتصاد غیررسمی و حتی دریافت کمک اجتماعی به تدریج با ادبیات انحراف و خطر اجتماعی باز تعریف شد. وکان نشون میده که نظام رفاهی جدید نه برای از بین بردن فقر، بلکه برای وادار کردن فقرا به پذیرش هر نوع کار کم دستمزد و بی‌ثبات طراحی شده. در همین حال زندان‌ها نیز عمدتاً طبقات فرودست و به ویژه سیاه‌پوستان فقیر رو هدف قرار میدن. به همین دلیل وکان تاکید میکنه که دولت کیفری در آمریکا صرفاً یک پاسخی به جرم نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت جمعیت‌هایی که اقتصاد نئولیبرال اونا رو زائد، بی‌ثبات و تهدیدآمیز میبینه. در فصل سوم وکان تمرکز رو از زندان به نظام رفاهی منتقل میکنه و نشون میده که اصلاحات رفاهی در دهه 1990 به ویژه در آمریکا نه پروژه‌ای برای کاهش فقر، بلکه سازوکاری برای بازتعریف فقر به عنوان یک مسئله اخلاقی انضباطی بوده. وکان استدلال میکنه که سیاست موسوم به اصلاحات رفاهی در واقع تبدیل حق حمایت اجتماعی به وظیفه کار کردن بود، حتی اگه این کار بی‌ثبات باشه، کم دستمزد باشه و تحقیرآمیز باشه. در این چارچوب دولت رفاه به یک دستگاه نظارتی تبدیل میشه که زندگی فقرا رو از نزدیک کنترل میکنه از طریق یک محدودیت‌های زمانی، گزارش‌دهی مداوم و مجازات‌های اداری. وکان نشون میده که نهادهای رفاهی به تدریج منطق زندان رو در خودشون جذب کردن، یعنی همون منطق نظارت، طبقه بندی و تنبیه. او این همگرایی رو یک شبکه اداری کیفری مینامه که در اون مرز بین مددکاری اجتماعی و پلیس به طور فزاینده‌ای محو میشه. یکی از نکات اصلی این فصل اینه که زندانیان و دریافت کنندگان کمک‌های اجتماعی در واقع از یک طبقه اجتماعی مشترک میان، طبقه کارگر فرودست و در واقع دسته‌بندی‌های نژادی. در رابطه با آمریکا منظورش سیاهانه. تنها تفاوت اینی که زنان بیشتر در نظام رفاهی و مردان بیشتر در نظام کیفری گرفتار میشن. بنابراین وکان نتیجه میگیره که رفاه و زندان دو سیاست جداگانه نیستن، بلکه دو شکل متفاوت از مدیریت یک جمعیت واحدن. جمعیتی که در نظم نئولیبرال به عنوان مسئله اجتماعی تعریف شده. در فصل چهارم وکان به گسترش بی‌سابقه زندان‌ها در آمریکا میپردازه و نشون میده که این رشد نه با افزایش جرم بلکه در دوره‌ای از ثبات یا حتی کاهش جرم رخ داد. او این وضعیت رو تورم
کارسرل مینامه، یعنی افزایش شدید جمعیت زندانیان بدون رابطه مستقیم با واقعیت جرم. از نظر وکان این پدیده نشون میده که زندان دیگه واکنشی به جرم نیست، بلکه یک ابزار مدیریت جمعیته. به این معنی که در این چارچوب هدف اصلی زندان اصلاح یا بازپروری افراد نیست، بلکه نگهداری و کنترل جمعیت‌های مازاده، کسانی که بازار کار اونا رو کنار گذاشته و دولت رفاه هم دیگه ازشون حمایتی نمیکنه. وکان نشون میده که نظام کیفری مدرن دیگه فقط در قالب زندان عمل نمیکنه، بلکه از ابزارهای مختلفی استفاده میکنه، مثل آزادی مشروط، نظارت الکترونیک، کنترل اداری و غیره. چیزی که وکان بهش میگه که شبکه کیفری گسترده شده. ما شاهد گسترش شبکه کیفریم. در این شرایط مرز بین داخل و خارج زندان محو میشه و افراد دائما در یک چرخه رفت آمدی بین آزادی مشروط و بازداشت مجدد قرار میگیرن و نتیجه این فرایند شکل‌گیری یک وضعیت حبس دائمی اجتماعیه، جایی که بخش بزرگی از طبقه فرودست همواره در معرض بازگشت به زندان قرار داره. بنابراین فصل 4 نشون میده که این ساختار کیفری دیگه محدود به یک نهاد نیست، بلکه یک منطق سازمان دهنده کل نظام اجتماعیه که معطوف به پایین ترین لایه های جامعه است. ادامه این بحث و این خلاصه در واقع از این کتاب تا فصل 4 بود. ادامهشو برای اینکه فایل خیلی طولانی نشه تو بخش بعد باهاتون در میون میذارم. ممنون از توجهتون.